3 تا نمایشگر تو کابین داره مثل مرسدس بنز EQS. دستیار صوتی داره که از زبان فارسی پشتیبانی میکنه. تنظیم برقی و گرمکن و سردکن 2 تا صندلی‌های جلو به همراه ماساژور 5 حالته و حافظه برای صندلی راننده داره. شیفترهای پشت فرمونو داره. 26 تا سیستم و دستیار کمکی راننده داره. هدآپ دیسپلی داره و سیستم رانندگی خودران سطح 2 پلاس. این قسمت از چوب طبیعی استفاده شده و چرم صندلی‌ها هم چرم طبیعیه. علاوه بر ایربگ های جلو جانبی و پرده‌ای، بین 2 تا صندلی‌های جلو هم ایربگ داره که تو برخوردهای از کنار راننده و سرنشین جلو به هم برخورد نکنن. ماشین 7 نفره است و صندلی ردیف سوم به صورت برقی باز و بسته میشه. توی پشت سری صندلی راننده هم اسپیکر قرار دادن برای کیفیت بهتر صدا. این ماشین اکستریم VX لوکس ترین، بزرگترین، گرونترین و قوی‌ترین کراس‌اووری که در حال حاضر داره توی بازار مونتاژ میشه. 2 دیفرانسیل موتور 2 لیتری TGDI داره و جبه‌دنده 8 سرعتی اتوماتیک. نمای عقبش هم چراغ‌های پیوسته داره و 400 نیوتن متر هم میتونه گشت آور تولید کنه.